سلام دوستان نهایت عزیز، امید که همه صحت سلامت باشین. همگی شما رو خوش آمدید میگویم به بخش رایگان رشته قابلگی. من دکتر سونیتا احدی در خدمتتان هستم با جلسه 4 اناتومی فیزیولوژی. آلوپا یا یوترا. آلوپا ما باید بفهمیم که وظیفه آلوپا چی است. آلوپا وظیفهشان دفع ادرار از مثانه می باشد که در هر دو جنس وجود دارد که در جدار خلفی بطن و به دو طرف و پایین آمده از دهانه دخولی عوصله عبور میکنه و وارد جوف عوصله می شود. ساختمان هایی که در هر دو جنس با آلوپا تقاطع می کند در مؤنث شریان رحمی است و در مذکر قنات دافقه است که از روی آلوپا عبور می کنند. قنات دافقه چی هست؟ قنات دافقه عبارت از مجرای کوتاه و باریک است که از دو بخش تشکیل شده و بخش اولش است که واز دفران است که اسپرم از بیضه ها انتقال میده و مجرای کیسه منی است که مایعات و مواد غذایی و انرژی را به اسپرم تولید می کند. اگر قنات دافقه بندش پیدا کنه سبب عقیمی مرد می شود یا مشکلات در انزال مرد به وجود می آورد. تعصیب اجان توسط قطعات سکروم یا نخا یا تعصیب پرینیوم توسط قطعات سکروم یا نخا که در هر دو جنس توسط قطعات اسپنج و اس3 نخا تعصیب می شود. قطعات اسپنج و اس3 چی را می گویند؟ امی ستون فقرات ما که از کوکسی شروع شده الا ختم موره های گردن که ما امور ستون فقرات میگیم، هر موره نامگذاری شده که ما در اینجا قطعات اسپنج و اس3 را گفتیم که توسط نخا تعصیب می شود و در قدامشان توسط اجان توسط قطعه الیک ما تعصیب میشه که امی اغلب عضلات مخططی که در اجان است در زمین عوصله است مانند مؤثرهای خارجی مقعد و مؤثرهای خارجی احلیل می باشد که یا هم توسط قطعات S4 و S2 نخا تعصیب می شود و تعصیب حسی و حرکی سوماتیک است برای اجان عمدتاً از عصب پودندل خود تامین می کند که یا از قطعات S4 و S2 تشکیل شده یا منشأ می گیرد. خود عصب پودندل کس یک عصب اساسی اجان است که در هر دو طرف بدن موقعیت داره و امی خارها و رباطهای متصل به که است که به نام اسکرو اسپاینوسیات میشه سیاتیک بزرگ از فوحی سیاتیک کوچک جدا میکنه و عصب پودندل کس از فوحی سیاتیک بزرگ جوف عوصله را ترک میکنه و از اسشیال اسپاین دور میزنه و از فوحی سیاتیک کوچک وارد اجان میشه. پرینیال بودی که است ساختمان های زمین عوصله و ساختمان های اجان که است در قسمت پرینیال بودی که است با هم دیگه متصل می باشند و در مرکز اجان بین دو برجستگی اسشیال اسپاین قرار دارد. ساختمان هایی که از پرینیال بودی مگذره یا با هم دیگر وصل هستند یکی ساختمان های بلند برنده مقعد است که به نام لیاتر انیات میشه و دیگر امو قسمت مثلث مانندش است که در او قسمت احلیل محبل و مقعد با هم دیگه یک جا می باشد. سیر احلیل در دو جنس است که در جنس ماهنس احلیل کوتاه است و به سمت پایین از مثانه به دو طرف زمین عوصله قرار داره و مستقیما به اجان باز میشه و زاویه‌ش هم که است 3 الی 4 سانتی می باشه و در جنس مذکر ما که است از پروستات عبور میکنه و بعد از پروستات از پرینیال ممبران یا دی پرینیال ممبران عبور میکنه و زاویه‌ش هم که است 18 الی 20 سانتی متر می باشه که امی احلیل مردانه که از دارای دو زاویه می باشد که زاویه اولش احلیل با عبور از پرینیال ممبران به طرف قدام خم میشه، این زاویه ثابت است و دومش که بخش آزاد قضیب است که به طرف پایین انعنا میکنه و یا انگام اتحاز قضیب ناپدید میشه. خب دوستای نهایت عزیز، جلسه امروز ما به پایان رسید. وقت خوش، الله نگهدارتان.